سلام، من سانازم و اینجا قرار راجع به کلیت کنکور هنر و سوالاتتون صحبت کنیم. به طور کلی کنکور هنر که از کنکورهای سراسریه که برای هر یک از 5 گروه آزمایشی برگزار میشه و کسایی که به رشته‌های نقاشی، گرافیک، طراحی دوخت و رشته‌های از این قبیل علاقه‌مندن میتونن توی اون شرکت کنن. برای ورود به دانشگاه شما میتونید هم با کنکور هنر و هم بدون کنکور هنر که به شرط معدل بستگی داره وارد یکی از این رشته‌های منتخبیتون بشید. اگه بخوایم منابع کنکور هنر دسته‌بندی کنیم، بالاتر و سخت‌تر از همه درک عمومی هنر هستش که توی اون ممکن است هر چیزی سوال بیاد و حتما ضروری نیست که شما کلی کتابای آزاد تهیه کنید و میتونید فقط دایره‌تون معرف تک جلدی روین پاکباز رو تهیه کنید. حالا اگه بخوایم بریم سراغ کتاب وزارتی که برای درک عمومی هستش، در مرحله اول تاریخ هنر جهان، تاریخ هنر ایران و آشنایی با مکاتب نقاشی هستش که این 3 تا کتاب از مهم‌ترین‌ها هستن تا شما به نکات اولیه دسترسی پیدا کنید. در مرحله دوم کتاب سیر هنر تاریخ 1 و 2 هستش که تعدادی از اون سوال میاد و به نوعی میشه گفت که کامل کننده کتاب‌های قبل هست. کتاب بعدی آشنایی با بناهای تاریخی هستش که سرفصل‌های اون شامل کلیساها، مقبره‌ها، بناها، شهرها و از این قبیل میشه به همراه تعدادی از عکس‌ها از نماهای برج‌ها و بناهایی که داخل ایران هستش. کتاب‌های مشابه آشنایی با بناهای تاریخی شامل آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران و همینطور آشنایی با صنایع دستی ایران هستش که به نوعی مکمل این کتابه. اگه میخواید از کتاب‌های کمک درسی استفاده کنید، من بهتون کتاب مجید آزادبخت از انتشارات کلکی معلم رو پیشنهاد می‌کنم که حدوداً کتاب کاملی، اما نباید انتظار داشته باشید که کل این 8-9 تا فکر کنم کتاب بهتون گفتم داخل این کتاب باشه. در مورد تست دادن میتونید از تاریخ هنر ایران و جهان نشر کارنامه به نوشته احمد رستم علی استفاده کنید. بعد از درک عمومی هنر میریم سراغ خلاقیت تصویری که به گفته سنجش حدوداً درسش با منابع درک عمومی هنر مشترکه، اما لازمه که شما عکاسی 1 و 2 و همینطور طراحی 1 و 2 رو مطالعه کنید. 4 تا کتاب میتونه شما رو توی تشخیص انواع مدادها، انواع شیوه‌های شورزنی و تکنیک‌ها و همینطور در مورد عکاسی اینکه چه کسی اولین دوربین‌ها رو ساخته و کجا ساخته شده و همینطور عکسایی که داخل کتاب‌های عکاسی هستش دسترسی پیدا کنید. تفاوتی که خلاقیت تصویری با درک عمومی هنر داره اینه که حفظی نیستش و شما باید مطالب رو متوجهش بشید و مفهوم و ویژگی‌هاش رو درک کنید. کتاب بعدی که برای خلاقیت تصویری بسیار مهمه کارگاه چاپ دستی هست. شما توی این کتاب به سرفصل‌های مثل چاپ مونوتایپ، چاپ‌های چند رنگ و چاپ تک رنگ و همینطور چاپ با روش استنسیل دسترسی پیدا کنید. کتاب بعدی خلاقیت تصویری که خیلیاتون اگر هنرستانی باشید با این آشنا هستید مبانی هنرهای تجسمی هستش. عناصر بصری، ترکیب بندی‌ها، کادرها، کاربرد سطح، نقطه، انواع شکل و همینطور فیزیک رنگ‌ها، چرخه رنگ و تونالیته ها هستش. کتاب بعدی کتاب خط در گرافیک هستش. همونطور که از اسمش پیداست توی این کتاب شما با انواع خطوط میخی و اینکه متعلق به چه دوره‌ای هستن آشنا میشید. از سرفصل‌های دیگه این کتاب اینکه گرافیک چیه، نوشتار چیه، تصویر چیه، رابطه نوشتار و تصویر رو به ما میگه، خوشنویسی، حروف چینی و از این قبیل سرفصل داخل این کتاب هستش. کتاب مهم بعدی پایه و اصول صفحه‌آرایی هستش که یکی از مهمترین کتاب‌های رشته گرافیک سال 12. داخل این کتاب شما با انواع چگونگی طراحی مجله، طراحی فهرست و تایپ، لوگوتایپ، چاپ، صحافی، لیتوگرافی و از این قبیل کارها آشنا میشید. کتاب بعدی مبانی تصویرسازی. داخل این کتاب شما با انواع تکنیک‌های هنری مثل پاستلگچی، آبرنگ، کار با مداد و از این قبیل چیزها آشنا میشید. کتاب بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم به تنهایی برای مطالب ریاضی و فیزیک کفایت میکنه و اون کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک نشر کارنامه هست. این کتاب قرمز رنگ برای توضیحات و مطالب و کتاب اگه اشتباه نکنم صورتی رنگ نشر کارنامه برای تست دادن ریاضی و فیزیک هست. از خوبیه که این کتاب داره اینه که مطالب رو تکرار کرده و به طور کامل براتون مرور میشه و همینطور میتونید با سرچ کردن توی اینترنت توضیحات خود استاد رو ببینید. ترسیم فنی میشه گفت که شامل 2 بخشه، هندسه که با ریاضی و فیزیک مشترکه و بخش دیگه شما میتونید با استفاده از کتاب مناظر و مرایا
رسم فنی و ترسیم فنی استفاده کنید که شامل نقشه کشی و از این قبیل دروس هستش. اگر بخوایم خلاقیت نمایشی رو به طور خلاصه بگیم، اینه که شما با تاریخ سینما، تلویزیون و انیمیشن آشنا میشید و لازمش اینه که فیلم ببینید و ویژگی و مفهومش رو درک کنید. از دروس لازمه خلاقیت نمایشی: اصول و مبانی نمایش عروسکی، اصول و مبانی ماسک و گریم، اصول و مبانی طراحی صحنه، آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان، دانش فنی پایه پویانمایی، دانش فنی تخصصی پویانمایی، تصویربرداری و صدابرداری برنامه‌های تلویزیونی، ساخت و بازدیدندگی عروسک‌های نمایشی، طراحی فضا و صحنه در پویانمایی، طراحی شخصیت در پویانمایی، لباس، ماسک، گریم، ساخت و اجرای دکور، گویندگی، اجرا و بازیگری، دانش فنی پایه نگارش متن برنامه‌های تلویزیونی، دانش فنی تخصصی تدوین و صداگذاری برنامه‌های تلویزیونی هستش. و میرسیم به خلاقیت موسیقی. اگر شما هم قبلا موسیقی کار نکردید و سوالی که تو ذهن اکثرتون هست اینه که با ارکسترها و نوت‌ها آشنایی ندارید، اصلا نگران نباشید. حتما نمیخواد که ضریب 50% بیارید، حدوداً 30% هم بیارید کافیه. کتابی که برای خلاقیت موسیقی میخوام بهتون معرفی کنم به تنهایی کفایت میکنه. کتاب مبانی موسیقی، نشر کارنامه، نوشته کیوان جعفری نژاد هستش. اما اگر زمان زیادی برای مطالعه دارید، میتونید کتاب‌های وزارتی مثل مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی، سازشناسی ایرانی، شناخت سازهای ارکستر سمفونیک 1 و 2 براتون کافی هستش. درس تخصصی بعدی که شاید تو نگاه اول با خودتون بگید اصلا چه ارتباطی با هنر داره، خواص مواد. خواص مواد خیلی مطالب گسترده‌ای داره و خیلی بر این عقیده باورن که تست بزنید بهتره تا حفظ کردن مطالب. اما اگه میخواید که پیش زمینه داشته باشید در مورد خواص مواد، من بهتون کتاب مریم افسری خواص مواد رو پیشنهاد میکنم و برای تست زدن هم میتونید از کتاب راه اندیشه استفاده کنید. و در آخر این که اگر زمان کافی ندارید، میتونید از تست‌های 3-4 سال اخیر سنجش استفاده کنید و اگه ترازتون بالای 60% شد، این اطمینان رو داشته باشید که کنکور خوبی رو دارید. و حالا میرسیم به سوالایی که داخل دایرکت پرسیده بودید. شرط قبولی چیه؟ کنکور هنر یا فنی حرفه‌ای؟ آیا از کاردانش میشه اومد؟ کلی بخوام بگم اینه که کنکور هنر همونطور که گفته شد منابعش، شما میتونید با خوندن این منابع کنکور هنر شرکت کنید یا اینکه رشته انتخابیتون رو از طریق شرط معدل واردش بشید. اما کنکور فنی حرفه‌ای اینه که مجموعه ثبت نامی شامل کامپیوتر، مکانیک خودرو، الکترotechniک و حسابداری و تربیت بدنی هستش و باقی رشته‌هاش بدون آزمونه و شما باید 15 تیر ثبت نامتون رو انجام بدید. کنکور هنر فرق نمیکنه که شما از کاردانش بیاید یا از رشته‌ای مثل ریاضی، تجربی، انسانی، یعنی هیچ محدودیتی نداره و تنها با خوندن دروس تخصصیش و دروس عمومیش که شامل زبان، دینی، عربی، معارف اسلامی و فارسی میشه شرکت کنید. سوال بعدیتون این بود که از دانشگاه رشته نقاشی راضی هستین؟ استاد چطورن؟ از دانشگاه بگید. ببینید، از اونجایی که من رشته‌ام داخل هنرستان گرافیک بود، اگر علاقه به کار با تکنیک‌های مختلف مثل رنگ روغن، آبرنگ، طراحی ها، کار با زغال، کار با کنته و از این قبیل تکنیک‌ها دارین، بهتره که رشته نقاشی برید. رشته نقاشی یک رشته کاملا تکنیکی هستش و شما کار عملی زیادی دارید. از بابت استادا، ببینید تعداد استادا کم نیستش، یعنی اگر ترم اول انتخاب واحدتون طوری بود که استاد خوبی بهتون نیفتاد که حالا سطح تدریسش پایینه، تو ترم دوم سوم به بعد میتونید با پرسجو از هنرجوی ترم بالاتر استادی که از پای تدریس میکنه و توضیحاتش آکادمیکه کلاس بردارید. البته این رو بگم که دانشگاه نباید انتظاری داشته باشید که خیلی کامل بهتون توضیح بده در حد آموزشگاه بیرون، ولی کلیتش اینه که چیز نگران کننده ای نیستش و استادای خوبی هستن. دارم رشته گرافیک میخونم، توضیحات در مورد کنکور خودتون و اطلاعاتی که دارید بگید. ببینید کلا کنکور هنر به نظرم جزو سخت ترین های کنکوره، چون که
2 مرحله هستش و شما علاوه بر کنکور تئوری و اون منابعی که گفتم یه کنکور عملی هم دارید که بسته به رشته‌تون برگزار میشه. مثلا شما اگه رشته عکاسی باشید کنکور عکاسی رو باید بدید. اگر که رشته‌های نقاشی، طراحی دوخت و گرافیک باشید یک کنکور عملی دارید. برای زمانبندی هم فکر می‌کنم که از تابستون سال 11 هم شروع کنید، مطالب رو مرور کنید، تست بزنید تا زمان کنکورتون، و اگه دسترسی داشته باشید و مشاور بگیرید که چه بهتر، چون خیلی کمکتون میکنه. اما اصلا چیز نگران کننده این نیست اگه مشاور نتونید بگیرید، چون که خودتون هم میتونید مطالب رو برسونید. سوال بعدی که پرسیده بودید اینه که کلاس 9 هستم، میخوام انتخاب رشته کنم، 3 سال هنرستان، چه رشته رفتید؟ من در ابتدا رشته‌ام تجربی بود، به خاطر اینکه نسبتاً معدل بالایی داشتم، اما بعد از 2 ماه ناچارم رفتم گرافیک، چون که رشته نقاشی ظرفیتش پر بود و حتی اکثر رشته رو میخواستم برم که شباهت داشته باشه به نقاشی و کلا کارهای طراحی و رنگ و از این قبیل چیزا باشه. اما توی رشته گرافیک شما کاری که باید ارائه بدید بیشتر کارهای سیستمیه، مثل لوگو، صفحه آرایی، طراحی پوستر و از این قبیل کارا. اما توی رشته نقاشی شما کار عملیتون خیلی بیشتره، مثل کارهایی که باید انجام بدید شامل رنگ روغن، آبرنگ، پاستل گچی گرفته تا کارهایی که مربوط میشه به عکاسی، طراحی چاپ و هندسه مناظر مرئیا، کارگاه نقاشی، کارگاه حجم سازی. جدا از درسی که رشته نقاشی داره، شما باید به چند تا نکته توجه کنید. اولش این که هنرستان نسبتاً هزینه بالایی داره، به خصوص رشته نقاشی، چون که بیشتر تکنیک‌ها رو شما کار میکنید و برای هر درس حداقل چندین میلیون باید هزینه کنید که بیشترینش میشه گفت دوربین گرفتن، قلم‌ها، رنگ، آبرنگ و پاستل و انواع مداد و زغال هستش. دومین نکته اینه که شما باید خیلی علاقه‌مند باشید، چون که کاری عملی که باید آخر سال تحویل بدید خیلی بالاست و میتونم بگم برای هر درس حداقل 30-40 تا کار باید بدید. و سوم این که دقت کنید معدلتون بالاتر از 14 یا 15 فکر می‌کنم باید باشه تا بتونید به رشته نقاشی ورود کنید. بریم سراغ پرتکرارترین سوال‌ها. برای قبولی رشته نقاشی رتبه و نمره آزمون چند باید باشه؟ ببینید، رتبه قبولی برای دانشگاه، هر دانشگاه با دانشگاه دیگه نسبتاً متفاوته تا حدودی، اما از پرتکرارترین دانشگاه‌هایی که پرسیده بودید هنرهای زیبا هستش. دانشگاه هنر زیبا علاوه بر این که خیلی ظرفیت کمی هر سال هنرجو قبول میکنه، اینه که شما باید رتبه تک رقمی بیارید. البته یه نکته که باید بگم اینه که شما موقع انتخاب رشته باید خیلی اصولی بچینید، یعنی اول دانشگاه هایی که خیلی خوب هستن و انتظار دارید که قبول بشید رو بچینید و به ترتیب از خوب بیاید به نرمال و بد، یعنی دانشگاه هایی که حالا دولتی هم غیر انتفاعی هم و دانشگاه هایی که خارج از تهران هستن و یا خارج از شهرتون. در رابطه با کنکور عملی هم باید بگم که حدود 26% از نتیجه نهایی رو کنکور عملی معلوم میکنه و اگه شما یک چیزی حدود 10% بگیرید، حتی اگه رتبتون تک رقمی هم باشه، باز نمیتونید توی کنکور هنر اون رشته‌ای که میخواید توی دانشگاهی که مد نظرتونه قبول بشید. و بالعکس اگه رتبه آزمونتون تک رقمی نباشه و کنکور عملیتون کامل بزنید، شانس بالایی دارید توی قبولی دانشگاهی که میخواید و رشته‌ای که مد نظرتونه. سوال بعدی که داشتید اینه که من رشته‌ام تجربی بود، امسال از رشته مترجمی فارغ التحصیل میشم، دلم پیش نقاشی گیره، تو آموزشگاه دوره نقاشی گذروندم. سوالی که دارم درباره بخش عملی کنکورش هست که چطوریه. ببینید دوستان، در مورد کنکور عملی فکر می‌کنم بهتر باشه که یک ویدیو جدا براتون ضبط کنم که 0 تا 100 کنکور عملی و اینکه چه پروسه‌ای باید طی کنید و
آزمون به چه صورت هست آماده کنم. اما به طور خلاصه بخوام بگم اینه که کنکور عملی یک دفترچه که حدود فکر می‌کنم 6-7 صفحه باشه و اول این دفترچه شما باید مشخصاتتون وارد کنید و توی صفحات بعد در قالب یک خط بهتون موضوع داده شده که موضوع سال گذشته این بود که یک کامیون حمل بار چپه شده و حالا بارش که یه نامعلوم ریخته و مردم سعی دارن که اونو از وسط راه بردارن و یه طوری میشه گفت که مسیر عبور ماشین دیگر رو بسته. صفحات 5-6 صفحه نسبتا خیلی بی‌کیفیتن ورقه‌هاش و تکنیک شما باید کنکور عملی رو باهاش طراحی کنید مداد رنگیه و حتما قبل از کنکور عملی هاشورزنی با مداد رنگی رو امتحان کنید. هاشورزنی با مداد رنگی رو تمرین کنید و اینکه بهتر جنس مداد رنگیتون پاور کاستل باشه. حالا اطلاعات بیشتر و اینکه تو هر صفحه چی باید طراحی کنید توی ویدیو بعدی بهتون خواهم گفت. در ادامه اینکه یکم درباره فضای کلاسش که اساتید درباره چیا تدریس میکنن. در واقع میخوام بدونم این نیازم به آکادمیک دنبال کردن نقاشی میتونم خودم جبران کنم از طریق آموزشگاه یا نه مثلا از لحاظ دانشگاهی خوندن نقاشی بهتره. 100% اینکه شما آموزشگاه برید خیلی کاملتر و آکادمیک تر از دانشگاهه، چون که توی دانشگاه انتظار میره که هنرجویی که میاد یه حدوداً اطلاعات داشته باشه راجع به نقاشی و از قبل کار کرده باشه توی هنرستان. اما آموزشگاه اینطوری که به شما از صفر که مثلا گرفتن مداد تو دست باشه آموزش میدن تا طراحی پایه. اما توی دانشگاه اینجور نیست و شما میرید سر طراحی کردن مثلا فیگور یا پورتره کشیدن و فکر میکنم که آموزشگاه خیلی بهتر باشه. اما اومدن به دانشگاه هم میتونه خیلی تجربه جالبی باشه. حالا جدا از اینکه شما خیلی اطلاعاتی دست پیدا میکنید که توی آموزشگاه ها نیستش و اون ارتباط گرفتن با اساتیدها و فضای دانشگاه خیلی جامع‌تر از آموزشگاه هستش. و میرسیم به آخر ویدیو. خیلی ممنون که تا اینجا تماشا کردید. اگر سوالی دارید داخل کامنت ها بپرسید. یک نکته که باید بگم اینه که اگر کتابی رو لازم دارید و شرایط تهیه کردنش رو ندارید با هزینه بالا داخل کامنت ها بگید که هم من و هم دوستانی که میتونن بهتون قرض بدن یا بهتون بفروشن به صورت دست دوم. اینکه اگه براتون مفید بود لایک کنید، سابسکرایب کنید تا این ویدیو بعدی. خدا نگهدار.